هنرمند شناخته کشور میرسلیم اشوروف در سن 60 سالگی از دنیا گذشت. در شهر خوجند در نزد بینای استقامتیش میتینگ تشکیل نمودند. آن سنه 10 فوریه دایر گردیده هنرمندان و اهل فرهنگ را جمع نمود. میرسلیم اشوروف یکی از هنرمندان اصیل صنعت ششمقام بود و آهنگ و سرودهایش به طور خاص به مخلصان پیشنهاد می‌گردید. مهری بی اندازه به صنعت و هنر باعث گردید که محمد میرسلیم اشوروف هنوز در آوان نورسی و مکتبخانی محفل‌آرای چاره‌بینی‌های فرهنگی مکتبی و همدیهگانش گردیده. بعد ختم مکتب سال 1983 دانشکده دولتی صنعت تاجیکستان به نام میرزا ترسوزاده داخل گردیده. از استادان زبردست صنعت ملی کسبی و عنعنوی احمد باباقولوف، جوریبک مرادوف، بای محمد نیازوف، برنا ایساقوه و دیگران نازکی‌های صنعتی سرایندگی را از بر نمود. فافتی هنرمند و صنعتکار تاجیک به فرهنگ ولایت تلفات بزرگ است، زیرا میرسلیم اشوروف تمام عمر خود را برای رشد صنعت و فرهنگ ولایت بخشیده است. شاگردان را برای آموزش نازکی‌های هم صنعت ششمقام و هم استراده تاجیک راهنمایی کرده است. همچنین شادروان برای رشد فرهنگ ملی و صنعت سرایندگی سهمی علاهیده گذاشته است. استاد میرسلیم اشوروف اگرچه قریب 60 سال عمر دیده باشند، در دوام این 60 سال برای خلق و ملت خدمت‌های زیاد کردند. این تقدیرات الهی است. ابو علی ابن سینا هم 57 سال عمر دیدند، لیکن هزاران سال منه نامشون باقی است، باز دوام میکند با آن علم و معرفتی که برای ملت و خلق باقی گذاشتند. میرسلیم اشوروف برابری هنرمند و سراینده نامی بودند. در تئاتر خواجه کمال خوجندی نیز کار کرده است. همچنین سراینده انسامبل ششمقام خانانی نور خوجند فعالیت پرثمر داشت. میرسلیم اشوروف برای تربیت صدها جوانان صاحب استعداد سهم خود را گذاشته است. هرچی دادی شکر ای آدم‌ها، ور ندادی شکر وی خانه سخا، دادت را گر بگیری باز شکر، چون به فرجام آوری آغاز شکر. میرسلیم اشوروف سال 1965 در یکی از دهه‌های شهر پنجکن به دنیا آمده است. فعالیت مهنتی این هنرمند از سال 1989 همچون سراینده تا دمی واپسین ادامه نموده است. جسد این هنرمند را اهل پیوندان و فرهنگ و صنعت ولایت به خاک سپاریدند. گزارش عزیزه یارو و نعیم ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.